تا حالا به این فکر کردید که مغزمون چطوری کار میکنه؟ شاید باورتون نشه ولی این هنوز برای دانشمندا سواله که مغز ما توی همه لول‌ها واقعا چطوری کار میکنه. حالا ما چرا باید بدونیم؟ ما یه دانشمند نیستیم، چرا باید بدونیم که مغز چطوری کار میکنه؟ واقعیت اینه که ما از صبح که بلند میشیم تصمیم میگیریم لباس چی بپوشیم، غذا چی بخوریم، کجا بریم و چی کار کنیم و همه این تصمیم‌ها، همه این اتفاقا کارهایی که مغزمون انجام میده و در واقع خودمون رو میسازه. احساساتمون، حافظمون، یادگیریمون، همه اینا کارهایی که مغزمون انجام میده و اگه بدونیم میتونیم عملکردش رو بهتر کنیم. میتونیم از مغزمون به اندازه کافی استفاده کنیم، از این عضو واقعا خارق‌العاده بهتر استفاده کنیم. به کانال دوپامین استوری خیلی خوش اومدید. من زینب هستم و این کانال از علاقه من به علم علوم اعصاب و نوروساینس اومده و اگه شما هم علاقه دارید بدونید و کنجکاوی راجع به مغزمون، خودمون، خیلی خوشحال میشم و مطمئن شید که دکمه سابسکرایب رو زدید و با من توی این سفر شگفت‌انگیز همراهید.